وقت بخیر. در نتیجه 4 انفجار در شهر کابل 2 تن شهید و 6 تن مجروح شدند. مقامات گفتند این واقعات صبح امروز در حوزه‌های هشتم، سوم و ششم رخ داده است. رئیس جمهور غنی میگوید نیروهای امنیتی باید به امنیت سیاسیون، زنان، فعال مدنی و اجتماعی توجه خاص کند. وی همچنان امر کرده است که عاملین قضایی آخر تروریستی بازداشت و برایشان سزای شدید داده شود. دومین نشست رهبری شورای عالی مصالحه ملی با حضور هیئت مذاکره کننده صلح برگزار شد. اشتراک کنندگان این نشست تاکید کردند تا آتش‌بس در صدر آجندای گفتگوهای صلح باشد. اداره هوانوردی ملکی میگوید بر اساس یک طرزالعمل جدید با تأخیر پروازهای داخلی شرکت‌های هوایی جریمه خواهند شد. این اداره افزوده است در ساعت اول پرواز اگر تأخیر بیاید 100,000 افغانی و بعد از آن با تأخیر 8 ثانیه 25,000 افغانی شرکت‌ها جریمه خواهند شد. بیش از 70% طالبان رها شده در فاریاب به میدان جنگ برگشتند. نقیب الله فایق والی فاریاب میگوید اولین طالب رها شده در این ولایت نیز دیروز در جنگ با نیروهای امنیتی افغان کشته شد.